در مورد طبع خاک شیر باید بگم که خاک شیر معمولا طبع سرد و تر داره، اما یه نوع خاک شیر دیگه هم تو ایران هست که حالا شاید کمتر شماها دیده باشین. خاک شیر زرد رنگ هست یا خاک شیر کرمانی که اون طبعش یه مقداری ملایم تره، یعنی خیلی سرد و تر نیست. اما کلا خاک شیر رو وقتی که گر میگیرید یا گرمی بدنتون بالا رفته خیلی خوبه که مصرف بکنید. مثلا من خودم هر وقت که احساس میکنم دارم جوش میزنم یا احساس میکنم دمای بدنم بالاست، خیلی راحت یه خاک شیر درست میکنم میخورم و قشنگ متعادل میکنه، احساس خنکی خوبی بهتون میده. همچنین برای مواردی که مشکلات گوارشی دارین هم خیلی کمک کننده است و حرکت روده ها رو تسهیل میکنه، یبوست رو برطرف میکنه و معروف اصلا از این مورد. و توی تابستون معمولا خاک شیر بیشتر میخورن چون هوا گرمه، آتش پیدا میکنن یا بدنشون داغ میکنه. به خاطر همین خواص فوق‌العاده خاک شیر توی خنک کردن بدنه و اون طبع سردی که داره. بازم حالا سوالی داشتی در این مورد توی کامنت ها بپرس، لطفا لایک کن که من هم انرژی بگیرم و کانالم دنبال کن تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندی. سلامت بشه.